به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب و شیرین شروع میکنیم. ایران و تنهایی‌هایش، نویسنده محمد علی اسلامی نودوشن. مخصوصا من تلفظ نودوشن رو سرچ کردم و که بتونم برای شما کامل و به صورت درست و صحیح تلفظش کنم با اسپل کامل نودوشن. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم و از نوشته های آقای محمد علی اسلامی لذت ببریم. لطفاً با من همراه باشید. ابتدا نوشته کوتاهی رو درباره محمد علی اسلامی نودوشن برای شما میخونم و سپس کتاب رو با هم شروع میکنیم. محمد علی اسلامی نودوشن زاده 1304 شمسی برابر با 1925 میلادی در یزد می باشد. شاعر، منتقد، نویسنده، مترجم و پژوهشگر ایرانی است. محمد علی اسلامی در شمار شاعران توانا و نویسندگان برجسته ایرانی است. وی به رغم توانایی‌های شعریش از زبان شعر کمتر استفاده کرده و بیشتر به تألیف آثار انتقادی و تحلیلی پرداخته است. اما آنچه از سروده‌های وی چاپ شده و در دسترس قرار گرفته است، نمودار ذوق سرشار و قریحه تابناک او در شاعری می باشد. وی بیشتر اوقات خود را صرف در تحقیق آثار علمی و ادبی ایران و ترجمه آثار نویسندگان جهان کرده است. مقالات متعددی از وی در مجلات پیام نو، مجله سخن، یغما، راهنمای کتاب و نگین چاپ شده است. در یکی از همین مقالات به انتقاد از نظام آموزشی دانشگاه‌ها بعد از سال 1357 پرداخته است. ایران و تنهایی‌اش اثری است از محمد علی اسلامی نودوشن که مجموعه مقالات وی را در شناسایی و اصلاح مشکلات رفتاری و فرهنگی ایرانیان شامل می شود و از منظر تاریخی و جامعه شناختی به تحلیل آنها می پردازد. به گفته استاد، از آنجایی که ایران با یونان تماس‌های سیاسی داشت و درگیری‌ها و کشمکش‌های متعدد بین دو ملت وجود داشت، این امر همواره عاملی برای قضاوت‌ها و جهت‌گیری‌های نامشخص بین دو تمدن شد و حضور یونانی‌ها، دموکراسی یونان و قدرت عظیم ارتش ایران به این موضع‌گیری‌ها کمک کرد. علت زاویه‌دار بودن مطالبی که مورخین یونانی درباره ایران ذکر کردند در مواردی به همین مسئله برمیگردد. وقتی به تاریخ ایران نگاه می‌کنیم، تنها صحنه‌ای از جنگ بین قدرت‌های خارجی می‌بینیم و ایران و تنهایی‌اش این مسئله را که سبب بسیاری از مشکلات فرهنگی در ایران شده بررسی می‌کند. از مغولان گرفته تا ورود اعراب به کشور، ایرانیان بیش از هر زمان دیگری احساس می‌کردند که باید سخن بگویند و صدایشان را باقی بگذارند و با سرنگونی حکومت ساسانی که تحصیلات را به کشیش‌ها و معلمان محدود می‌کرد، فضایی برای رشد افراد فراهم شد. اما به دلیل فقدان آزادی بیان سیاسی در آن محیط هولناک مجبور شدند به زبان عرفانی و کنایه روی بیاورند و در نتیجه بیشتر بزرگان صحبت‌های مهم را به شکل شطحیات یا از زبان مجانی نقل می‌کردند. در این دوره که معادل با دوران سلجوقیان و ایلخانان است، اوج عرفان در ایران مشاهده می شود. سپس با اضافه شدن اندیشه‌های خیامی و آمیخته شدن آن با این محیط معنوی، مردم که از جامعه ناراضی و ناامید بودند کم کم متوجه شدند که تنها راه نجات تکیه بر خود است.
مردم برای تحمل فضای وحشتناک آن زمان به پناهگاهی امن نیاز داشتند و این امنیت تنها در درون هر فرد پیدا می‌شد. محمد علی اسلامی نودوشن همینطور در تاریخ به جلو حرکت می‌کند و شرح ایران و تنهایی‌اش را بیان می‌کند. این کتاب مجموعه‌ای از مقالات است که به بررسی مسائل و مشکلات رفتاری و فرهنگی ایرانیان می‌پردازد. این کتاب از دیدگاه تاریخی و جامعه شناختی به تحلیل این مسائل پرداخته و ریشه‌های آنها را بررسی می‌کند. نویسنده در این کتاب به موضوعاتی مانند تنهایی، ترس و ناامنی در جامعه ایران و تأثیر آن بر رفتار و فرهنگ مردم پرداخته است. به طور خلاصه کتاب ایران و تنهایی‌اش به شرح زیر است. موضوع: بررسی مشکلات رفتاری و فرهنگی ایران. رویکرد: تاریخ و جامعه شناختی. مفاهیم کلیدی: تنهایی، ترس، ناامنی و تأثیر آنها بر جامعه. هدف: شناسایی و اصلاح مشکلات و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت. لطفاً با من همراه باشید تا همان مقدار کمی که از این کتاب در اختیار من هستش رو برای شما بخونم. ایران و تنهایی‌اش حاوی 14 مقاله است که جلد دومی بر سخنها را بشنویم قرار می‌گیرد. نام ایران و تنهایی‌اش از این جهت گذارده شده تا بنماید که ایران کشوری بوده است با سرنوشتی خاص، تا حدی متفاوت با کشورهای دیگر. وضع جغرافیایی او حد فاصل میان آسیا و اروپا، در مرکز جهان شناخته شده و در پیوستگی با 3 قاره. این معنا را می‌رساند که جریان تاریخی او نیز به این موقعیت یگانه کمک کرده است. در متن کتاب 10 مورد از خصوصیات ایران را تعریف می‌کند. آنها عبارتند از: در همسایگی 3 تمدن کهن قرار گرفته بود. میان رودان که شامل سومر و بابل هستش، مصر و هند. بر سر راه 2 تمدن بزرگ شرق و غرب واقع بوده، چین از یک سو و مدیترانه که شامل یونان و روم هستش از سوی دیگر. گرداگرد او را مناطق عمده تاریخ ساز قرار گرفتند، چون قفقاز، عربستان، مغولستان و ترکستان. محاط است از جانب 3 قاره آسیا، اروپا و افریقا. از طریق دریا به سراسر جهان راه دارد. همسایه دیوار به دیوار نخستین کشور سوسیالیستی جهان یعنی روسیه و شوروی بوده است. همسایه نخستین کشور استعماری جهان یعنی انگلستان بوده است. همسایه دیوار به دیوار نخستین امپراتوری اسلامی جهان یعنی ترکیه عثمانی بوده است. سرزمینی است هم دریایی، هم کوهستانی و هم بیابانی و کویری. سرزمینی است که دمای هوا را از نقطه‌ای به نقطه‌ای و از فصلی به فصلی تا 50 درجه سانتیگراد تغییر می‌کند. و سرانجام آمده است هر فرد ایرانی امروز با هر اندیشه و عقیده‌ای، چه دور باشد و چه نزدیک، چه کشور خود را بپسندد و چه نپسندد، میتواند این اطمینان و احیانا احساس افتخار داشته باشد که شهروند کشوری است با سرنوشتی استثنایی. شناخت این خصوصیات ما را بیدارتر می‌دارد که بدانیم به سوی چه راهی روانیم و به کجا می‌خواهیم برسیم. دکتر محمد علی اسلامی نودوشن دارای دکترای حقوق بین‌الملل از دانشگاه سوربن فرانسه و استاد دانشکده حقوق علوم سیاسی، استاد کرسی ادبیات دانشگاه تهران و مؤسسه فرهنگسرای فردوسی. دکتر محمد علی اسلامی نودوشن بیشک شخصیتی چند بعدی دارند.
ایشان حقوقدانی بزرگ، قاضی، شاعر، پژوهشگر، استاد دانشگاه، منتقد ادبی، مترجم و روشنفکر هستند. فردی که به معنای واقعی روشنفکری بزرگ در این سرزمین بودند. فعالیت‌های عمده این فرهیخته پرتلاش عرصه ادبیات در زمینه نقد ادبی و ادبیات تطبیقی و نیز اجتماع و فرهنگ است و هدف اصلیش فراهم نمودن زمینه‌ای برای شکلگیری و ایجاد یک فرهنگ جهانی است که از سرهای فرهنگی فرهنگ‌های زبده جهانی اقتباس شده باشد. محمد علی اسلامی را میتوان یک سفرنامه نویس قهار، قصه‌گویی مسلط، محققی کامل و مترجمی جامع دانست که در هر کدام از وادی‌های نقد و داستان و ترجمه و تحقیق و سفرنامه ید طولانی دارد و در هر کدام از این وادی‌ها بسیط است و صاحب نظر. دکتر اسلامی در شمار شاعران اندیشمند و نویسندگان برجسته است که تاکنون ده‌ها جلد کتاب در زمینه‌های مختلف ادبی از او به چاپ رسیده است. در نوشته‌های این نویسنده شهیر مضامین و موضوعات فراوانی دیده می‌شود، از جمله ایران، شاهنامه فردوسی، مولوی، حافظ، انسان، عشق، آزادی، فرهنگ، تمدن، سنت، مدرنیته، شرق، غرب و این موضوعات را با شاخصه‌هایی چون تیزبینی، بی‌طرفی، تواضع، دقت، صداقت، ایجاز، تطبیق و مقایسه، وسعت اندیشه، سلامت زبان، اطلاعات فراوان، شیوایی بیان و زیورهای ادبی می‌آراید و از تلفیق آنها نثری ماندگار می‌آفریند. ایران که در یکی از حساس‌ترین نقطه‌های جهان قرار داشته، برخوردگاه تمدن‌ها و ماجراهای بزرگ بوده است. شاید نباشد کشور دیگری چون او که در طی یک دوران 3000 ساله با این همه سرزمین و قوم و تمدن سر و کار یافته باشد که تعدادی از آنها از صفحه روزگار محو شده و برخی دیگر دگرگونی عمیق یافتند. از زمانی که مادها پا بر صحنه سیاسی جهان نهادند تا به امروز ایران همواره در کارگاه زمانه حضور داشته است. زمانی بیشتر، زمانی کمتر، زمانی فرمانروا، زمانی زیردست، ولی هرگز از صف اول تاریخ عقب رانده نشده است. این کتاب رو شرکت سهامی انتشار در سال 1403 در تهران چاپ کرده. امیدوارم که همینقدر که تونستم این کتاب زیبا رو برای شما معرفی کنم خوشتون اومده باشه و برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. بیشتر از این کتاب در اختیار من نیست و ممنونم که با من همراه بودید. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.